سلام و عرض ادب بچه ها. این شیشمون نقشش اشتباه شده، میخوام رنگش رو پاک کنیم. الان رنگ پاک کن میزنیم، قشنگ تمیز میشه. قشنگ با قلم قشنگ پخش میکنیم رنگ پاک کنو. تخم مرغ دارم. بکنیم بچه رنگ اینجوری داره بلند میشه. نگاه کنیم بعضی جاهاش مونده. الان تکمیل که رنگ پاک کن و همه جاش پخش کردم، بعد نشون میدم چجوری قشنگ تمیز میشه. آقا شیشه رو کامل رنگ پاک کن زدیم، ببین به این حالت شده. کم کم هم داره جدا میشه. یه رو 20 دقیقه که بمونه کامل همش جدا میشه. اینجا یه کامل اول کارمون کامل جدا شده. نگاه کن آقا، این رنگ پاک کن زدیم، تموم شد کارمون. الان ببین از شیشه قشنگ جدا شده. نگاه کن چه قشنگ جمع میشه. ببینی به به به. راحت این انشالله تموم شد. اون برش رو رنگ میزنیم که کارمون درست شه. ببین کارمون، ببین چقدر تمیز کردیم شیشه رو. اینم اتمام کار. ببین این همه رنگ از این شیشه جدا شده. ببینی یا اتمام کار. لایک یادتون نره. اینم اتمام کار. حالشه ببر.